بسم الله الرحمن الرحیم. چند کلمه در مورد طرح جدید مجلس در مورد بحث هسته‌ای رو خدمتتون عرض میکنم. بیشترم به جنبه روانی قضیه توجه میکنم و اون این که بعد از یک مدتی که به اعتقاد من انسداد هسته‌ای در کشور پیش اومده بود، باب جدیدی گشوده شد و روحیه تازه‌ای به بچه‌های انقلاب دمیده شد. روحیه جدیدی در میان ملت‌های مقاومتی همسو و علاقمند به ایران دمیده شد. انسداد هسته‌ای هم این گونه بود که یه برجامی تموم شده بود. بارها مسئولین ما میگفتن باب مذاکره دیگری در باره برجام نداریم، اما همین برجام از شود که امریکا پارش کرده بود، دور انداخته بودش و اروپا اصلا عملش نمیکرد. ایران هم اعلام کرد پارسال که ما هر 2 ماه یه بار یه قدم‌های عقب می‌نشینیم. اون عقب نشینی‌هاش رو هم از تعهدات برجامیش انجام داد، اما در این حال بسیاری از تعهداتش مونده بود و ایران به محض اینکه تکون می‌خورد حرف از مکانیزم ماشه و انواع روش‌های تهدیدی در سطح بین‌المللی، اروپایی‌ها زبونشون باز بود، تکون می‌خورد ایران شما دارید برجام رو نقض می‌کنید، در حالی که خودشون ککشون نمی‌گزید به اینکه به تعهدات برجامی خودشون پایبند نیستند. و ایران حداقل در ذهنیت مردم ایران به اینکه نمیدونیم دیگه چیکار بکنیم تا از این مخمسه هسته‌ای بریم بیرون، بر فضای جامعه به یک گونه‌ای حاکمیت پیدا کرده بود و به اعتقاد من این روح تازه‌ای دمید که بعد از گذشت 7 سال و نیم از حاکمیت دولت غربگرا و بعد از گذشت بیش از 1 دهه مجلس لاریجانی که فکر میکردیم دیگه نمیشه کاری کرد الا باید منتظر انتخابات 1400 بشیم، حالا دیدن نه، تو 1399 هم یه سری چیزهای تصویب شد، بابهایی گشوده شد، دماغ ترامپ رو سوزوند، نمیدونم دماغ بایدن رو سوزوند. بخشی از این امیدهایی که به دولت آینده بایدن بسته شده بود و امیدهایی که به او داشتن، به البته کاذب و اشتباهش، چون اون خودش رو معرفی کرده بود در طول سالهای رئیس جمهوری باراک اوباما، هست شود که و یک مسکنی شد بر شهادت فخرزاده که برای ملت ایران چنین مسکنی لازم بود. به همین علت من معتقدم این اتفاق تصویب جدید که قدمی هم بود در جهت تحقق بخشی از اون بندهای 9 گانه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی همون سالا فکر می‌کنم 94 تعیین کرده بودند و تقریبا بسیاری از اونها رو، شاید همش رو، از شود که مذاکره کنندگان و دولت ازشون عبور کرده بودن از این خط قرمزها و ککشون هم نمی‌گزید. به همین علت به اعتقاد من از سر راه برداشتن چنین روحیه انسدادی از یک سو و همچنین برداشتن قدم‌های عملی برای رفع بعضی از موانع اجرایی مانع توسعه هسته‌ای ایران، مثل تصویب غنیسازی 20% و بالاتر، مثل تصویب راکتور اتمی آب سنگین عراق و همچنین حتی یک ایجاد راکتور جدید، مثل فوردو، مثل تأمین سوخت مورد نیاز عرض شود که برای رسیدن به سمت 190,000 سو غنیسازی و مثل به کار انداختن نسل جدید سانتریفیوژها تا IR6. به اعتقاد من اینا و همچنین به خصوص مهمتر از همه اینا پروتکل الحاقی. حالا چیزی یادم افتاد، میگن یک کسی اسم بچه‌ش رو گذاشته بود رستم، خودش میترسید صداش بکنه. خب حالا ما هی گفتیم پذیرش داوطلبانه پروتکل الحاقی، حالا خودمون میترسیم بگیم آقا اون چیزی که داوطلبانه قبول کردیم حالا دیگه نمیخوایم. حالا گرچه اینها هم 100% هم بود، گفتن تا 2 ماه چنین. منظورم این نقش روحیه دهی و اصلا که ایجاد حس و حرکت و نشاط جدیدی که در مردم ما و در مردم منطقه علاقمند به ما و مقاومتی های منطقه ایجاد کرد، به اعتقاد من پدیده قابل تحسین و ستودنی است که از این بابت از مجلس متشکریم و السلام.